کیفیت داخلی و خارجی آن همیشه مورد مقایسه بوده و در میان تنوع محصولی تا حدود 7-8 سال پیش کیفیت خارجی پتکی بر سر تولیدات وطنی بود. این ذهنیت غلطی که در جامعه ایرانی به وجود اومده که کالای جنس خارجی بهتر از ایرانی. شاید بیراه هم نبوده، چون در بازار محصول خارجی اجازه نفس کشیدن به کالای ایرانی را نمیداد و تولید اندک داخلی مجال ارتقاء کیفیت و تحقیق و توسعه را پیدا نمی‌کرد. 25 سال قبل زمانی که بازار داخل ایران برندهای فقط ژاپنی و اروپایی و امریکایی بودن، کره‌ای‌ها تازه اومدن تو ایران. با انواع اقسام روش‌ها و متدها شما رو ترغیب می‌کردن که کالاشون رو بخرید. یعنی میگفت اگه این تلویزیون رو بگیری به تو یه سینمای خانواده هم مجانی میدم. اگر این یخچال رو بخری مثلا به تو این جارو برقی رو هم میدم. اما در سال 97 ورق برگشت. با رفتن تولید کنندگان کره‌ای از صنعت لوازم خانگی کشور به بهانه تحریم‌ها، تولید کننده داخلی بازار را تا حدودی در اختیار گرفت. دستور رهبری هم در سال 1400 مبنی بر منع واردات لوازم خانگی کره‌ای هر گونه تلاش برای بازگشت شرکت‌های کره‌ای را ناکام گذاشت. واحدهای تولیدی با امیدواری بیشتری به تولید مشغول شدند. حدوداً 600 واحد تولیدی لوازم خانگی و قطعات تو کشور داریم. حدوداً 300,000 نفر اشتغال مستقیم داره و حدود 1 میلیون اشتغال غیر مستقیم. قبل از خروج برندهای خارجی از بازار ایران 70% بازار یخچال فریزر، بیش از 89% بازار ماشین لباسشویی در دست 3 برند بوده. 89% بازار تلویزیون در دست با 3 تا برند بوده. در لوازم خانگی وضعیت بسیار خوبی داریم الان در حال حاضر. تولید کننده‌های خیلی خوبی داریم. تولیداتمون تولیدات قابل قبولی است. آمارهای تولید خبر از تأمین بخش قابل توجهی از نیاز داخل را میداد. صنعتی که تونسته ظرف 3-4 سال گذشته از تولید چیزی در حدود 12-13 میلیون دستگاه در سال برسه به 18 تا 20 میلیون دستگاه در سال و تقریباً بعد از اعمال تحریم‌های ثانویه و مشکلاتی که در بحث واردات کالا به وجود اومد و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که ایجاد شد، تمام این صنعتگران در این صنعت توانستن در واقع اون میزان نیاز تعدادی که در واقع در کشور نیاز داریم با 1% بالای 90%، نمیخوام بگم 100% جبران کردن، ولی خب تا حدود خیلی زیادی نیاز داخل کشور رو عملاً تونستن مرتفع کنن. تولید کالا با فناوری روز هم در دستور کار قرار گرفت. واحدهای تحقیقاتی در واحدهای تولیدی فعالتر از قبل شدند تا محصولی که عرضه می شود کمترین نقص را داشته باشد. محصول 100% ایرانی، زحمت همکارای خودمون توی ایران، بچهای کارخونه، این دست به دست هم داده که محصولاتی بسیار شکیل، زیبا و خوش قیمت رو بتونیم تو بازار ارائه بکنیم و خدا رو شکر بازار بسیار خوبی رو هم ما داشتیم تا به حال. مجموعه ما تولیداتش لباسشویی اتوماتیک، ظرفشویی، کولر بورتاب، جاروهای سطلی و جاروهای خوابیده، تلویزیون و لباسشویی دوقلو هستش. شوینده، لباسشویی اتوماتیک، ظرفشویی، جارو برقی و تلویزیون، لوازم خانگی زیادی رو تونستیم تو بازار ارائه بدیم. ما در حوزه یخچال‌های ساده تولید می‌کردیم، الان یخچال‌های به نوعی با قابلیت‌های بیشتر یا معروف به سایت رو اولویت گذاشتیم. یا در حوزه ظرفشویی الان جزو خدمات جدیدیه که قبلا ما وارد کننده بودیم، الان 9 خط جدید رو فعال سازی کردیم. ضمانت کالا دیگر مؤلفه مهمی بود که خریدار ایرانی را باید مجاب می‌کرد که تغییری در آن صورت گرفته. هرچند خدمات پس از فروش یکی از مواردی است که خریدار معمولاً انتظار بالا و به حقی درباره آن دارد. رضایتمندی سال 1468% بوده، 1401 76% و 6 ماهه 1402 80%. ما همین الان کالایی داریم تولید می‌کنیم که خودمون روش گارانتی 100 روز تعویض داریم می‌ذاریم. یعنی که انقدر به تولید خودمون مطمئن هستیم، میگیم تا 100 روز شما برو استفاده کن. کوچکترین مشکلی واسش پیش اومد من تعویضش میکنم واسه. ارتقای کیفیت رو من حس کردم. با اینکه اعتمادی که می‌خوایم بکنیم روی لوازم خانگی ایرانی باعث میشه که یه ذره بیشتر حس اینو داشته باشن که رقابتی تر باشه. از لحاظ خدمات و نمایندگی‌هایی که داخل کشور است برای من مصرف کننده بهتره. 10 سال بود به نوعی از سال 1392 تا 1402
به نوعی این بحث ضمانت کالاهای لوازم خانگی به روز آوری نشده بود و 18 ماه بود. ما این رو به 24 ماه افزایش دادیم. ممنوعیت واردات کالای خارجی به فرصتی نه فقط برای تولید بلکه صادرات بدل شد. تو این چند سال اخیر به رغم اینکه واردات کالا ممنوع شده، تولید کننده‌های داخل چه ما چه تولید کننده‌های دیگه تونستیم کیفیت رو ارتقا بدیم. عراق، ترکیه، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان داره کالای ما صادر میشه. 10 کشور رو صادرات داریم. کشوری مثل افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان. این صنعت با این روند حالا گردش مالی چند میلیارد دلاری را تجربه می‌کند. ترنوور مالی این صنعت در کشور چیزی در 6 تا 7 میلیارد دلاری و این محصولات حالا به جای گمرکات کشور از کارخانجات داخلی ترخیص و به دست مصرف کننده میرسد و در نتیجه رونق تولید اتفاق افتاد. و اینکه ما محصولات متنوع و بروز و دارای قابلیت‌های جهانی رو تولید بکنیم، این هم از اون دستاوردهای بسیار خوب است. هرچند هیچگاه بازار خالی از جنس خارجی نشده و محصول غیر ایرانی از طریق قاچاق و یا استثناءات تجاری همواره وارد کشور شده، اما حالا سهم تولید کننده داخلی از بازار بیش از خارجی هاست. الان حدود 70% تا 75% بازار دست کالاهای داخلی است. بر اساس آمار عرض می‌کنم خدمتتون، همون سال 97 ما تولید یخچال فریزرمون 1,299,000 تا بوده. الان ما به 2,700,000 تا رسیدیم، یعنی بیش از 100%. در ماشین لباسشویی 559,000 تا بوده، الان شده 1,671,000، یعنی از 85% رشد. با این وضعیت تولید کننده به یک بلوغی در تولید رسیده است و میتواند با رقبای خارجی رقابت کند. آیا همچنان ممنوعیت واردات لوازم خانگی ادامه خواهد داشت یا نه شما مجوز واردات خواهید داد؟ از طرفی هم خب میدونیم که الان از طریق مرزی داره یه مقدار لوازم خانگی وارد میشه. همه هدف ما از مدیریت عرصه تجارت حمایت از تولید هست. منتها این حمایت به این معنا نیست که رقابت رو از اینا بگیره. نه، ما بایستی به سمت حرکت بکنیم که در عین رقابت پذیر کردن صنایع خودمون فرصت انتخاب رو برای مردممون فراهم بکنیم. به همین دلیل فکر می‌کنم در آینده مسیر ما مسیری نخواهد بود که صرفاً به لوازم خانگی به صورت انحصار نگاه بکنیم. نه، این فضا وجود داره برای مردم که انتخاب بکنن. چرا؟ چون لوازم خانگی ما امروز رقابت پذیر است. و حالا تولید کنندگان با هدفگذاری تولید 22 میلیون دستگاه لوازم خانگی علاوه بر تامین نیاز داخل در صدد صادرات مازاد تولیدند. به نظر می رسد فرصت 6 ساله ممنوعیت واردات لوازم خانگی تولید کنندگان داخلی را برای رقابت با کالاهای خارجی چه در داخل و چه در خارج مرزها توانمند کرده است.